در الف خیشتن شما هستند، شناسای شما هستند. سوالی عجیب بهترین آفرین سوالی زور. من فکر میکنم که اگر که یک چند کار کنیم ما میتوانیم هم اقتصادیاتی غیر شفاف و شفاف کنیم، هم معیار انداز پست کنیم و هم با بودجه دولت بیشتر انداز بیاریم. چی خیل؟ حاضر بگید که چگونه خانه دارید، چگونه ماشین دارید و آیا خوشبخت هستید؟ سوالی زور. فکر میکنم هر روز باید هم خیلی کرد. سه ساحه بهتر کردن به حرکت کرده است: ساحه مالیه، ساحه تکنولوژیا و ساحه معارف. که نو اومده بودم تاجیکستان با یک دانشگاه مراجعه کرده بودم، گفته بودم که اگر امکانیت باشد من به پول رایگان برای مقصد مبلغ خور کردن است درس دیم. افسوس قبول نکردند. خودی امسال الف اکادمی کارهای عجیب کرده ایستاده است. خوف در همه کار است. الف این حکایه یک نفر نیست. این حکایه سه نفر هم نیست، سه نفری که ما شروع کردیم. این حکایه 400 نفر است. حفظ انداز مسئله به حد مشکل است. بعد از 5 سال نقدی را پر از تاجیکستان ما میبروریم. نسکی را 3 هفته پیش از پیکر گرفتم. اقتصاد، جامعه، انداز، بودجه، معاش. روزگار. اینجا کجاست؟ بعد یک پول دادن بعد این چیز را فکر کردن. بله. بانکداری در تاجیکستان چی مینوس و چی پینوس دارد؟ برای چی نبیاد یکم دولت میشیم حافظ الله که پر نقدی را از بین برد. ما فیلیال ها، ما بیناها نمیسازیم. همین جایی که ما هستیم همینا اجاره است. ما خراجات بسیار نمیکنیم، مثال در سمت دیگر چیزا که تا که توانیم خراجات بیشترمون نسبت به معاشا. دوم کورپسیا قریب که پر از بین میرود. معاش میانه در الف تازه بعد از انداز تقریبا 3.5 هزار سومان است. ساحه غیر شفافی ما که انداز عموما نمیسپارد هم نهایت کلان است. دمای خیلی نیست که ما خوراک نصفی تنفس نصفی روز دادیم از ساعت 12 تا 1 ندارید، ما رقم نتید نیست. خیلی گپ مشکلی کاری هستند. از آن جمله از آن مثالی که کمیته انداز میگه که ما فکر میکنیم شما اینقدر قرضدار هستید، رقیب اولی خودتان بفکرید. باید همین خیلی باشد برای هر یک تشکیلات، برای هر یک انسان هم. دوستان ما را جریمه کردند. سببش همین بود.